ببینید قرار نبود این ویدیو اول من برای برگشت باشه. این ویدیو راجع به یه یوتیوبره به نام نیکوکادو آووکادو. این جزو معدود ویدیوهاییه که حتما میگم تا تهش ببینین چون پشماتون میریزه. خوش اومدین. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. دو قدم جلوتر. من همیشه دو قدم جلوتر هستم. دیدین یه سری فیلمای ترسناک روانشناختی هالیوودی هستن که وقتی نگاهشون میکنی اینجوری انت میگیره، حس بدی بهت دست میده. من همیشه با خودم فکر میکنم که یعنی لوسن، همچین وایبی میدن. دلیل اینکه این اتفاق میفته اینه که کست این اثر، یعنی مثلا کارگردان، بازیگر و حتی نویسندهش احتمالاً خیلی با جریانات با روان غیرعادی مواجه نشدن. برای همین چیزی که انجام میدن و چیزی که میسازن خیلی به دلت نمیشینه. برعکسش یه سری از نقشا هستن که نقش یه آدم غیر طبیعی از نظر روانیه و اون بازیگره خیلی تونسته خوب بازیش کنه چون ظاهرا خودش از نظر روانی خیلی نرمال نیست. تجربه کرده شرایط غیر سلامتی رو، مثلا جوکر هیث لجر یا مثلا جک نیکلسون تو شاینینگ. معمولاً برای دیدن یعنی برای آدما دیدن همچین کاراکترهایی جالبه، کاراکترهایی که از نظر روانی متفاوتن و خیلی واقعی و خوب به صحنه کشیده میشن. این ویدیویی نیکوکادو آووکادو مال 7 سال پیشه. این چیزی بود که باهاش شروع کرد. یه جوان مزلف ویولون میزنه و خوبم ویولون میزنه از به گفته کسایی که این کارن. ویگنه و از نظر فیزیکی در سلامت کامله، چهره سالم، کاملا زیبا و متین. خب حالا که این ویدیو رو دیدیم میریم برای ویدیوی بعدی. این ویدیو مال 2 سال پیشه. بله این همون آدمه 5 سال بعدش. این صحنه رو نگاه کنین تا بهتون بگم که چه اتفاقی میفته. نیکوکادو تصمیم میگیره که زندگیشو عوض کنه. شروع میکنه از ویگن بودن در میاد و تبدیل میشه به یه آدمی که ماکبنگره، از اینایی که غذا میذارن جلوشون از جلوی دوربین میخورن، غذای زیاد، حجم غذای زیاد. هر کاری میکنه برای ویو گرفتن. به شدت از زندگی که داره ناراحته و یه چیزی هولوش 200 کیلو هم وزنش اضافه شده، کمتر 100 کیلو هم وزنش اضافه شده. این اتفاقیه که برای نیکوکادو میفته. تا اینجا دنبال کردین چیزی که میخواستم بهتون بگم. حالا بریم وارد فاز بعدی این داستان بشیم چون که این داستان سر دراز داره. خب طبیعتاً وقتی که یه همچین اتفاقی میفته این کاراکتر تبدیل میشه به سیبل یوتیوبرهای دیگه برای کانتنت، اصلا کلا برای تولید محتوا کننده های دیگه ازش استفاده میکنن برای اینکه کانتنت درست کنن. همه دوست دارن یه نفری که زشت، درست نیست، تصمیمات اشتباه گرفته رو با دستشون بدن بگن هی یارو من از این یارو بهترم، برای اینکه خودشون احساس بهتری کنن. اصلا این ویدیوهای ماکبانگ یا آدمای خیلی لاغر یا آدمای خیلی چاقن معمولا که میشینن یه حجم زیادی غذا میخورن و معمولا استفادهش در دنیا اینه که آدم میشینن باش غذا میخورن. چرا این کارو میکنن؟ چون دیدن یه نفر که اینجوری غذا میخوره به شما احساس بهتری میده راجع به خودتون دیگه، وقتی که اضافه وزن دارین یا دارین زیاد غذا میخورین یا چیزایی از این دست. البته قطعا این همه کیس ها نیست ولی خب تعداد کمی از کیس ها هم نیست، چون توی ویدیوهاش همیشه از
یعنی چند تا چیز میگفت بجز اینکه حالا غذا داشت میخورد و اینا. میگفتش که من خیلی غمگینم که تو این شرایط خودم رو قرار دادم، بدنم داغونه و مثلا از این آپنه موقع خواب پیدا کرده بود. آپنه موقع خواب اینه که به یه دلیلی موقعی که خوابی نفس قطع میشه. ممکنه براتون پیش اومده باشه که خوابی و اینجوری از خواب بلند میشین. این همون نوعی از آپنه موقع خوابه که تنفس موقع خواب قطع میشه. تو آدمایی که وزنشون خیلی بالا میره چون فشار زیاد میشه رو قفسه سینه ممکنه اتفاق بیفته و خیلی میتونه حتی خطرناک باشه. برای همین یه دستگاهی دارن به اسم CPAP که اینجوری میره رو بینیشون مثل ماسکه. شب موقع خواب میذارن و با اون میخوابن. این کمکشون میکنه که تنفسشون موقع خواب اوکی باشه و مشکلی پیش نیاد. مثلا اینو تو ویدیوهاش می آورد یا صحبت میکرد راجع به اینکه چقدر این تغییر وزن زندگیشو جابجا کرده و مثلا چیز دیگه ای که همیشه میگفت این بود که از نظر روانی تو جای خوبی نیست. میگفتش که حتی از نظر مالی هم تو جای خوبی نیست و بروکه و پول از دست داده. میگفتش که آدمو شما باعث این حال منین. به بقیه آدما میگفتش شما بودین که باعث شدین من این مسیر رو بیام. چطوری؟ من ویدیوهای ویولون زدن میذاشتم، ویدیوهای ویگانیسم میذاشتم، آدم خوبی بودم، شما اونا رو نگاه نمیکردین. اولین ویدیویی گذاشتم که مثل خر نشستم یه عالمه غذا خوردم، شما همتون نگاه کردین و من برای پول درآوردن این کارو کردم. خب خیلی از یوتیوبرها میگفتن که این انقدر آدم ناپخته‌ایه، انقدر آدم بی‌مسئولیتیه که حتی حاضر نمیشه مسئولیت کار خودش رو قبول کنه و میندازتش گردن بقیه. این جریان ادامه داشت، یعنی همینجوری این زندگی طبیعی نیکو کادو شده بود و همینجور ویدیو ضبط میکرد و نق میزد و یوتیوبرهای دیگه کانتنت تولید میکردن و اینا تا 2 سال پیش که چه اتفاق افتاد؟ این ویدیو اتفاق افتاد. این ویدیو 2 سال پیش تقریبا آپلود میشه و توی ویدیو همچین چیزی میگه. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment I've come to know. با این jumle شروع میکنه و میگه که 2 قدم جلوتر. من همیشه 2 قدم جلوتر هستم. میگه این بزرگترین آزمایش اجتماعی بوده که من انجام دادم و حالا یه ذره جلوتر بریم ببینیم چی توضیح میده. To bear witness, to observe all these unwell. به طور کلی توی این ویدیو توضیح میده که چقدر براش جالب بوده موجودات بدحال، نامتعادل، مشکل داری رو در فضای اجتماعی ببینه که راجبش صحبت میکنن. در واقع به این اشاره میکنه که آدما تو این تایمی که داشته خیلی راجبش جاجش کردن، راجبش صحبت کردن و حرفای مختلف زدن، ولی در نهایت باز توضیح میده که من 2 قدم جلوتر از شما هستم. در نگاه اول به نظر میرسه که اینجاها روانش واقعا دچار مشکل میشد و چیزای و خوزعبل میگفت به زبان ساده. چه سوشال اکسپریمنتی؟ 200 کیلویی، بدحال ترین حال خودتی، جلوی دوربین نشستی راجع به سوشال اکسپریمنت صحبت میکنی. این وضعیتی بود که اتفاق افتاد. در واقع به نظر میرسید یه ویدیو دیگه تکراری دیگه ازشه برای اینکه به آدما گیر بده که شما آدم بده قضیه هستین، شمایید که بد رفتاری میکنید، شمایید که من رو به این مسیر انداختید، بلا بلا چیزا اینجوری. ولی چیزی تغییر نمیکنه. نیکو کادو کماکان ویدیو میذاشت به همون سبک قدیم. بریم تیکه بعدی رو ببینیم. این ویدئوییه که 7 روز قبل بارگذاری شده. این آدمی بودش که خیلی باهاش کانتنت درست میکرد، یه خانومی که این وضعیت خودشه، خودشون رو وزن میکنن، وزنشون اعلام میکنن، احتمالاً یه مقدار ابراز ناراحتی میکنن از وضعیتی که توش هستن. از دید من غم انگیزه. بعد با هم دیگه میرن یه جایی به اسم هارت اتک گریل. هارت اتک گریل یه جاییه که همه چیزایی که توش هست بزرگ و چرب و یعنی یه جایی که به شما قراره سکته بده. آره این هم افرادی که اونجا کار میکنن و با یه همچین غذاهایی هم آدم رو بروان. هارت اتک گریل هم جای جالب. ولی به هر حال این اتفاق میفته. این ویدیو 7 روز قبله و تا یه هفته قبل این لایف استایل نیکو کادو بکنه. این ویدیویی که الان میخوایم ببینیم دیروز یا پیروز بارگذاری شده تو چنل اصلی نیکو کادو. بعد از اون ویدیو یه هفته پیش تو هارت اتک گریل این آخرین ویدیو بوده و تا این لحظه
تو 2 روز 30 میلیون ویو گرفته. بریم با هم نگاش کنیم. I am always 2 steps ahead. To observe درگیرت all these میکنه unwell, که تمام این disoriented beings roam موجودات the internet. بدحال People consuming anything. So I نیکو کادو آووکادوه امروز این 3 روز قبل. اتفاقی که میفته اینه که نیکو کادو آووکادو 150 پوند از وزنش کم کرده. یه چیزی هولوش 70 کیلو 75 کیلو، یعنی حالا دقیق تر باید حساب کنیم، در طی 2 سال. چطور 7 روز قبل ویدیو گذاشته و همینطور مرتب ویدیو میذاشته از غذا خوردنش، کامل توضیح نداده، ولی جایی میگفته که در طی 2 سال این وزن رو کم کردم. به نظر میاد اون جایی که اون ویدیو قبلی رو ضبط میکنه که چاقوده و میگه که من همیشه 2 قدم جلوتر هستم، انگار اونجا تصمیم گرفته این کارو بکنه و تصمیم گرفته رژیم بگیره، یا اینکه رژیم شروع کرده و دیده میتونه از پسش بر بیاد و حالا به دوربین اعلام میکنه. و به نظر میاد به مدت، یعنی کلی ویدیو جلوتر گرفته، به اندازه 2 سال ویدیو جلوتر گرفته که هی به مرور پخش میکرده و در عین حال در خفا داشته وزن کم میکرده، زندگیشو تغییر میداده. چیزای عجیب زیادی راجع به این جریان هست. اینکه تو چطوری چند تا ویدیو میگیری، از کجا میدونی چقدر زمان میبره، یا اینکه کلاب میکرد، همین مثلا ویدیو یه هفته پیش با یه نفر دیگه بوده، اون آدم چقدر جالبی بودی که این همه مدت وایساده تا این بذاره و اصلا چیزی نگفته. و از همه عجیبتر این که در دنیای امروز که همه جا دوربینه، چطوری 2 سال خودشو مخفی کرده، چون هیچ ویدئویی ازش در نیومده بوده که این وضعیتش اینطوریه، در حالی که لوزر محبوب کلی یوتیوب بوده و کل آدم‌ها راجع بهش صحبت می‌کردن. این تمام چیزای عجیبی بودی که اتفاق افتاده، ولی واقعا این اتفاق افتاده و تو 2 سال در حالی که ویدیوهای ماکبانگش و غذای زیاد خوردنش پخش می‌شده، در خفا همچین کاری کرده. یادتون میاد اول ویدیو میگفتم که آدما با آدمایی که واقعا نظر روانی طبیعی نیستن ارتباط برقرار میکنن. نحوه صحبت کردنشو ببینین. tell the internet that I am the villain. من انرژی مشابه جوکر ایس لجر میگیرم، انرژی مشابه، البته خودش میخواد توی فاز ویلن باشه، اصلا به خودش میگه ویلن و بد جریان منم، آدم بد منم، ولی عجیبه، نرمال نیست. این که میگم نرمال نیست الزاما بد نیست. مثلا داوینچی هم نرمال نبوده، نابغه بوده مال زمان خودش و مال همه زمان. البته این صحبت ها رو میکنه و بعدش با توتیش میشینه پای غذا به یاد ویدیوهای قدیمیش توضیح میده که من غذای مورد علاقم یادتون میاد رامن نودل سویبین بود و در طی یه ویدیوی در طی مثلا هولوش 20 دقیقه این غذا رو میخوره و تموم میشه. یکی از خفن ترین سورپرایز هایی بود که من تو اینترنت شدم خودم. به نظر می رسید که واقعا جذاب بود. این کل چیزی بود که میخواستم راجع بهش صحبت کنم. خداحافظ.